الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله اما بعد. در این نوبت میخواهم برای شما یکی از قصه های عبرت آموز قرآنی را بیان نمایم که برای ما و شما سراسر همه پند و عبرت است. قصه گاو بنی اسرائیل که حتی درازترین سوره قرآن کریم البقره نام نهاد شده است که معنایش گاو است و مراد از آن گاو بنی اسرائیل است که قصه آن در همین سوره بیان شده است. این قصه را تا آخر خوب گوش اندازید و از آن پند بگیرید. در تفسیر ابن کثیر رحمه الله آمده است ابن عباس، عبیده سلمانی، ابوالعالیه، مجاهد و دیگر بزرگان سلف می فرمایند در زمان موسی پیامبر علیه السلام مرد ثروتمندی بود که به سن پیرانسالی رسیده بود ولی بغیر از پسران برادرش هیچ وارثی نداشت. پسران برادرش به مال او خیلی طمع زیاد داشتند و آرزو میکردند که تیزتر بمیرد و مال و ثروتش به آنها برسد. بالاخره یکی از آنها سوی قصد به جان عمویش کرده شبانگاه او را به قتل میرساند و جسدش را برده در یک محله دیگر میپرتاید. وقتی صبح می شود در بین مردم فتنه بزرگ برپا می شود و حتی قریب کارشان به قتل و خونریزی می رسد. برادرزادگان کشته شده اهل آن محله را به قتل عمویشان گمانبر می دانستند و از آنها خونبهای عمویشان را طلب می کردند، اما آنها این کار می کردند. بالاخره بزرگان قوم گفتند چرا جنگ و نزاع می کنید در حالی که در بین ما موسی پیامبر وجود دارد؟ پس بروید از او بپرسید. وقتی آنها به نزد موسی پیامبر علیه السلام رفتند و از او درخواست کردند که قاتل را معلوم کند، موسی پیامبر علیه السلام از خداوند خواست و خداوند به آنها حکم کرد که گاو را ذبح کنند. از اول قصه تا اینجا روایات با کم اختلاف نقل شده است، اما حاصل این قصه را خداوند چنین بیان می کند: استعیذ بالله و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. و بیاد آورید زمانی را که موسی به قوم خود گفت خداوند به شما دستور می دهد که گاو را ذبح کنید. گفتند آیا ما را مسخره می کنی؟ موسی گفت به خدا پناه می برم از این که از نادانان باشم. ابن عباس، مجاهد، ابوالعالیه و دیگر بزرگان سلف می فرمایند که اگر آنها حکم خدا را پذیرفته بدون وصف معین یگان گاو را ذبح می کردند مقصود حاصل می شد، ولی آنها بر خود سختگیری کردند و خداوند هم بر آنها سختگیری کرد. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. گفتند از خدای خود بخواه که برای ما روشن کند که آن چگونه گاوی است. موسی گفت خداوند می فرماید آن گاوی است که نه پیر و نه جوان بلکه میان سال بین این دو باشد. پس آنچه به شما دستور داده شده است انجام دهید. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. گفتند از پروردگارت بخواه تا برای ما روشن سازد رنگ آن چگونه است. موسی گفت خداوند می فرماید آن گاو زرد پررنگی است که بینندگان را شاد می کند.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا و إنا إن شاء الله لمهتدون. گفتند از پروردگارت بخواه تا برای ما روشن سازد که آن چگونه گاوی است. براستی این گاو بر ما مشتبه شده و اگر خدا بخواهد ما هدایت خواهیم شد. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. موسی گفت خداوند می فرماید آن گاوی است که نه برای کشت زمین رام شده و نه برای زراعت آبکشی کند، به عیب است و یک رنگ و در آن خالی نیست. اینک سخن درست آوردی. پس گاو را سر بریدند، یعنی ذبح کردند و نزدیک بود که این کار را نکنند. و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون. و به یاد آورید هنگامی را که فردی را کشتید، آنگاه درباره او به نزاع پرداختید و خداوند آشکار کننده آن چیزی است که پنهان می کردید. فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آیاته لعلكم تعقلون. پس گفتیم پاره از گاو را به مقتول بزنید. خداوند این گونه مردگان را زنده می کند و نشانه های خود را به شما نشان می دهد، شاید اندیشه کنید. خلاصه بنی اسرائیل گاو با این صفتها را بعد از جستجوی زیاد و خسته و درمانده شدن در نزد یک پسر بچه یتیمی که به مادرش خیلی نیکوکار بود یافتند و از او طلب کردند که گاوش را در عوض یک گاو دیگر بفروشد، ولی او قبول نکرد و تا چندی که بنی اسرائیل نرخ گاو را بلند می کرد صاحب گاو قبول نمی کرد. بالاخره او را راضی کردند و به وزن گاو طلا داده گاو را خریدند و قریب بود که از جهت گرانی بهای گاو از این کار منصرف شوند. بالاخره گاو را خریده ذبح کردند و طبق فرموده خداوند با بعض گاو، یعنی با دم گاو و در روایت با استخوان و یا ران گاو به کشته شده زدند و با اذن پروردگار عالمیان مرده زنده شد و قاتل خود را خبر داد که فلانی مرا کشته است. این را خبر داده به حالت قبلیش برگشت، یعنی مرد. پس مردم قاتل را شناختند و فتنه ای که در میانشان برپا شده بود خاموش شد و قاتل را قصاص کردند. این بود قصه گاو بنی اسرائیل. در این قصه پند و عبرتهای خیلی زیاد است که در کتب تفاسیر بیان شده است، ولی یک چند تای آن را برای شما بیان خواهیم کرد. یکم، بیان قدرت الله رب العالمین بر زنده کردن مردگان که هیچ قدرت در آسمان ها و زمین آن را مقابله کرده نمی تواند. در این ماجرا خداوند سبحان مرده را زنده کرد و حق را بر زبانش جاری کرد. دوم، پیامبران از خطا و گناه و دیگر صفتهای ذمیمه معصوم و محفوظ هستند. یعنی این چیزها، یعنی خطا و گناه، حتی کمترین گناه صغیره و دیگر صفتهای ذمیمه و بد اخلاقی از پیامبران صادر نمی شود و آنها از تمام اینها مبرا و پاک هستند. سوم، سوال کردن درباره چیزهایی که هیچ فایده ای ندارد خیری در آن وجود ندارد، بلکه گاهن نتیجه و پیامدهای خیلی بدی را به بار می آورد. چهارم، خداوند ظلم و ستم کسی را هرگز به جزا نمی ماند. برادران و خواهران عزیز، این بود قصه گاو بنی اسرائیل.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بر بگرد ای طالب حق سوی راه مصطفی، سوی قرآن و کتاب و سوی احکام خدا. بر حذر باش ای جوان از فتنه های دشمنان، نیست بهتر از سلاح علم و دانش در جهان.